بگیم که ای علی ابن ابی طالب، تو درباره همون گروهی که علیه تو شمشیر برداشته است چی میگویی؟ اونا کافرن، مسلمانن، منافقن، چی هستن؟ میشه معاویه رو فاسق گفت؟ خب کافر نگه، فاسق بگیم چی؟ اینجا هم مشکلی پیدا میشود. مشکل این است که آیا خلافت را برای فاسق سپاریدن روا هست؟ بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، یک چند روز است که در شبکه‌های اجتماعی بعضیا یه حدیثی که امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما روایت کردند اون رو دلیل آورده ایستاده به صحابه ستیزی راه داده ایستادند. و البته این سببش هم این است که مراجعت نکردن یا باز نگرداندن فهم حدیث به اهلش. مثلا یکی از انسانایی که اهل همین مسئله است خودی علی رضی الله تعالی عنه هست. اول حدیث عمار رو میاریم، بعد از اون فکر حضرت علی به این حدیث رو بیان خواهیم کرد. حدیث این است که وقتی که مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میساختند، مردم میگه یک دونگی خشت میبرداشتند و عمار باشد 2 دونگی میبرداشتند. پیامبر علیه السلام آمدند و خاک رو از چهره عمار به دست خود مالیدند و گفتند که ویح عمار تقتله الفئة الباقیه. خب این که تقتلک الفئة الباقیه بعضی روایتاش. خب معناش این است که پیامبر گفتند که ای وای بر عمار که این را گروهی باقی خواهد کشت. خب این برادران آمدند و کلمه باقی را همچون منافق یا اینکه همچون کافر تعبیر دارند، یا اینکه ترجمه کرده شدن. وقتی که ما با حضرت علی که به همین گروهی باقی زد و خوردی مسلحانه داشتن مراجعت میکنیم، میگیم که ای علی ابن ابی طالب، تو درباره همون گروهی که علیه تو شمشیر برداشته است چی میگویی؟ اونا کافرن، مسلمانن، منافقن، چی هستن؟ بیایید مراجعت میکنیم به کتاب نهج البلاغه که برادران شیعه اون رو دومین کتاب بعد از قرآن میدونن و تقریبا کتاب به سند هم باشد در نزد اونها مقبول است. اینجا برادر مراجعت میکنیم به نامه 58 خیلی که دیده سوره از کتاب نهج البلاغه. و من کتاب الله علیه السلام كتبه الى اهل الامصار یقتص فیه ما جرى بینه و بین اهل صفین. یعنی از جمله نامه هایی که امام علیه السلام به اهل امصار نوشته بود و قصه یا داستان آنچه که بین او و بین اهل صفین شده بود نقل کرد. از جمله آمده است. علی میگه که رضی الله عنه و کان بدء امرنا ان التقینا والقوم من اهل الشام. امام میگن که ما با اونها بخوردیم، یعنی روبرو شد لشکر به لشکر. و الظاهر ان ربنا واحد، یعنی که ظاهرا همین است که خدای ما و خدای اونها یک است. یعنی خدای من و خدای معاویه و عمرو بن العاص یک است و دعوت ما در اسلام یک است. لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يستزيدوننا. یعنی که امام علی رضی الله عنه میگن که نه ما در ایمان به خدا و تصدیق به پیغمبر از آنها ایمان ما زیادتر است و نه ایمان آنها از ما زیادتر است. یعنی ما در ایمان از آنها کمی داریم و نه آنها از ما در ایمان کمی دارن به پیغمبر و به خدا. گفتن که الامر واحد الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان و نحن منه براء. فقط اختلاف سیاسی از حضرت علی خودشون برای ما معرف کردن که اون چی بین ما گذشت این فقط همون خون عثمان است، ما از خون عثمان بیزار هستیم، که ما به خون عثمان علاقه نداریم، ما به خون عثمان دخل نداریم. یعنی ما عثمان رو نکشتیم، برای چیش ما از ما طلب دارد. یعنی که حضرت علی زبانشون همین است، خطاب حضرت علی به اونها همین است. ببین گفتن که خدا یک است، پیغمبر ما یک است، دین ما یک است. تا تو در ایمان گفتن ما از اونها فرق نداریم و ما از ما فرق نداریم. یعنی که مادامی که خود امام می آیند و
رضی الله تعالی عنه با اونها اثبات میکنن که اینا ایمان دارن. یه عباره بینه بگن که لا یستزیدوننا فی الایمان، نه اونا از ما ایمان زیادی دارن نه ما از اونا داریم. خب یعنی اون کمیگری نداریم در ایمان، نه اونا از ما کمتر ایمان به خدا نه ما از اونها. یعنی که اینجا درباره اهل صفین گپ زده شدن آشکار حضرت علی. یعنی که مگر همین تفسیری همون حدیثی عمار نیست؟ یعنی که درست است اونا باغی بودن، اونا که ظلم کردن، اونا خطاکار بودن، لیکن حضرت علی میگه که خدای ما یک است. خب یعنی اونها رو کافر نگفتن، اونها رو منافق نگفتن، اونها رو دیگه وصفای قبیح نکردن. اینو بریم برادرها وقتی که مثلا فهمیدیم معناشو بیایم به قرآن مراجعت کنیم که در این مسئله قرآن چی میگه. میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه مسلمان به هم زد، دو گروه مؤمن، بین هر دو گروه خدای تعالی ایمان یعنی که به ایمان وصل کرده است. و این طائفتان من المؤمنین، یک طرفش کافر نگفت بلکه هر دوش مؤمن گفت. فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما، وقت دیگرش بغی کرد و ظلم کرد، بعد شما گفت با همون چی شود طایفه‌ای که حق از راست است، او طایفه باقی رو گفت سرکوب کنید تا به سوی خدا بازگردد، به امر خدای تعالی بازگردد. بعد بین الله تعالی وقتی که اینها رو وصل کرد در آخر باید گفت که انما المؤمنون اخوة، با درباره اخوت و برادری مؤمنین که افضل ایسا است. خب یعنی که این گونه که مثلا گروه باقی الله تعالی در اول آیات چه گفتیم مؤمنون گفت، در آخرش میگه که برادران گفت. یعنی که مؤمنایی که با هم جنگ میکنن، اونایی که دو گروهی که جنگ میکنن مؤمنن، یعنی که بس بگم تعویل برآمدن علیه دیگر جنگ کردن، اونها از ایمان خارج نمیشون. و برعکس الله تعالی در آخر گفت که اونها برادری همدیگر هستند. یعنی که ما باید با افعال علی رضی الله تعالی عنه و اقوال علی رضی الله تعالی عنه مراجعت کنیم تو اینکه این حقیقت خوب درک کنیم. یعنی که مثلا من میخوام بگم که معاویه کافر بود، یا اینکه مثلا یک شخص میخواد که معاویه رو تکفیر کنه، باید به کجا مراجعت کنه؟ به اقوال و افعال علی رضی الله تعالی عنه. وقتی که اقوال علی رو مراجعت میکنیم، علی اون رو تکفیر نکرده است، بلکه خیلی در بالا گفتیم اون رو اثبات کرد که اون اهل ایمان هستند. ایمانشون هم ایمان کم نیست. گفت ولا یستزیدون، نگفت علی رضی الله تعالی عنه. خب میشه معاویه رو فاسق گفت؟ خب کافر نگه فاسق بگیم چی؟ اینجا هم مشکلی پیدا میشود. مشکلی این است که آیا خلافت را برای فاسق سپاریدن روا هست؟ این که چگونه که امروز بعضی عزیزان اشاره دارن که معاویه ملعون بود به گفته اونها، مگر حضرت علی یا حسن ابن علی نمیدونست که معاویه ملعون بود که برد و بدو دستی ادب خلافت الهی رو چه خیلی شما دعوا دارید برده به معاویه سپارید؟ این مگر خیانت به امانت الهی نیست؟ اگر معاویه فاسق باشد چرا حسین خروج نکرد؟ چرا علیه یزید خروج کرد علیه معاویه خروج نکرد؟ چون که معاویه دارای صفت‌هایی بود که یزید اون صفت‌ها رو نداشت. اگر معاویه نیز مثل یزید باشد، مثلا فرضاً معاویه مثل یزید باشد، اگر چرا حسین ضد یکی برآمد و ضد دیگری نبرآمد؟ اگر شما او رو فاسق هم دونید، امام حسین او رو فاسق ندونستند خروج نکردند، لیکن یزید را فاسق دونستند خروج کردند. خودی یعنی عکس العمل امام حسین برای ما یک درس هست. امام میگن که اگر معاویه برای امام فرمان داشت لا تأخذه فی الله لومة لائم، امام حسین از ملامت کسی هراس نداشتن. بعد از وفات برادرشان یا شهادت امام حسن تقریبا 10 سال زیر حکومت سایه معاویه زندگی کردند. اگر که همین مشکلی که در یزید بود در معاویه میدیدن حتما خروج میکردن، لیکن خروج نکردنشون دلالت بر آن میکنه که از حکومترانی معاویه امام حسین راضی بودن. حدیث دیگر برادران باز مهم مسئله که تعلق دارد، مثلا میبینیم که یه نفر وقتی که در جنگ جمل زبیر ابن عوام حواری پیامبر صلی الله علیه وسلم رو میکشد، می آید و از حضرت علی مژده میخواهد. حضرت علی براش مژده خوبی میتین، میگن که بشر قاتل ابن سمیه
ابن صفیه بالنار، مژده ده برای قاتل پسر صفیه که او وارد دوزخ خواهد شد یا دوزخی است. خب سوال، اونی که زبیر را کش لشکری کی است؟ علی هست. آیا در لشکر علی انسان‌های دوزخی وجود دارد؟ البته برادرای 12 امامی میگن که نه، وجود نداره، در حالی که علی گفته که قاتل ابن صفیه دوزخی است. درباره همین قصه عمار علی شنیده بود یا نشنیده بود؟ شنیده بود. البته وقتی که علی درباره اهل صفین پرسیده شد، در جواب گفت که نه ما از آنها کمیگری داریم در ایمان و نه آنها از ما کمیگری دارند در ایمان. یعنی علی آنها را مؤمن گفت. یعنی چگونه می آیند و تمام به یک به پروایی می آیند و رو فاسق یا کافر یا اینکه ملعون میگن. این البته تناقض با فکر امام علی رضی الله تعالی عنه است. ما حیران میشیم که علی با اونها سر و کار داشت، علی آنها رو تکفیر نکرد، علی آنها رو ملعون هم نگفت، لیکن میآیند و میگن که نه، اونایی که با علی جنگ کردن اونا معلوم بودن چی بودن. لیکن اصلا تاریخ مأخذ و سرچشمه عقیده نیست. مشکلی بعضی همین است که عقیده خود از تاریخ میگیرن، عقیده خود از کتابای تاریخی میگیرن، نه از قرآن و سنت. یعنی گپی چی گیریم؟ یا اینکه گپی علی رضی الله عنه تعالی عنه رو که در معتبرترین کتابای خود شما آمده است. اصلا یک مسئله سبک است، یک فهمیدنش هم آسان است، لیکن عقل‌هایی که دیگر اطرافش دیوار کشیده شده است، این مسئله رو فهمیدن و درک کردنشون مشکل است. چه گفتیم همین فعل علی، عکس العمل علی نسبتی اهل صفین خدای برای ما یک عبرتی هست. باز وقتی میگن که برای چی حسن صلح کرد، میگه که خیر میخواست که مسلمانو جمع شوند، میخواست که حفظ بیضة الاسلام، برای اینکه اسلام نگه دارند و اینا. و شما میگه که اونا منافقن، با میگه که نه، برای خاطر حمایت اسلام اومد. چه خیلی باید اگر منافق باشن برای حمایت اسلام علی با اونها صلح میکرد یا حسین با اونها صلح میکرد یا حسین با اونها صلح میکرد. یعنی باز با اونها حکم اسلام بده، بشر دانسته ندانسته. خب یعنی که باید که عمل علی، عکس العمل علی نسبتی مخالفانش رو باید که ما بررسی کنیم تا اینکه درک کنیم که آنها آیا کافر بودن یا مسلمانای گناهکار یا مسلمانای خطاکار بودن. ما مثلا هیچ شکی نداریم که در این جنگ علی بر حق بود، غیر علی در خطا بود. مثلا خود معاویه هم بیاید بینیم، بعد اون که حکومت رو گرفت، بعد اون که امام حسن برده به دست ادب، به دو دستی ادب حکومت رو سپاریدن، معاویه چیکار کرد؟ از نه لات و هبل زنده کرد، از نه باز هم بت تراشی سر کرد، خانه کعبه اطراف باز 360 بت چی کرد؟ یا اینکه آمد و سنت ابو سفیان رو جاری کرد، یا سنت بنی امیه جاری کرد، یا ابو جهل قهرمان ملی اعلام کرد مثلا، یا اسلام دست کشید. کدام اینا رو کرد؟ اولین نبرد بحری در عهد معاویه بود که در حدیث بخاری اومده است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که اولین آدمایی که در بحر با دشمنان نبرد میکنن برای اونها بهشت است. گفت پیامبر خدا همین وعده داد. اولین نبرد بحری رو معاویه تشکیل کرد. اولین فلات بحری مسلمانان رو معاویه ساخته. معاویه بود که لشکرش شمال افریقا رو به اسلام در آورد. معاویه بود که فتوحات زیاد طرف روم کرد، طرف تا گرجستان رفت، این طرف تا آسیا میانه رفت. مثلا لشکرهای همون مثلا عثمان، سعید ابن عثمان رفت ترمیز فتح کرد، در زمان معاویه بود. یعنی اگر او منافق میشد یا یک انسان ملعون میشد بگفت شما، یا انسان کافر میشد بگفت شما، چی فایده دید که اسلام رو نشر میکنه؟ چرا دین ابو سفیان باباهاش نشر میکنه مثلا؟ یعنی خود همین فتوحاتی که چی معاویه کرده، چی بعد از بنی امیه کرده. ما نمیگیم که بنی امیه معصومند و انسانای 100% انسانای خوبند، بله برای اونها خلیفه‌ای کجلک هم بود، بین اونها خلیفه‌ای که نااهل هم بودن بود، لیکن به شکل عام اونها اسلام حمایه میکردن، اونها اسلام جاری میکردن. حکومت در اون زمان طبق شریعت خدا میرفت. یعنی انصاف هم لازم است کم کم. خلاصه علی بر حق بود و همه اونهایی که علیه علی برآمدن اونها خطاکار بودن، گرچه که به تعویل هم برآمدن، همه اونها رو خطاکارن، چون که حق با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه است. لیکن خطاگی اونها، یعنی که دیگرها، اونها رو به کفر نمیبرد، به نفاق نمیبرد.
خب مشکلی قوم خیلی باز گفتیم مثلا تاریخ سرچشمه عقیده خود قرار داد. این همین قدر رو چیزی که می‌خواستیم برایشون بیان کنیم در همین تفسیر همین حدیثی تقتلک الفئة الباغیه. همین از دوستای عزیز، امیدوارم که فهمو باشد. تا دیدار آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.